خانه مرا ببین چه قشنگ شده. بسیار مقبول شده بسیار. زنده باشین کاکا. شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. حالا دیگه پادشاهی دنیا خواهد شدیم. هیچ کس مانع ما شدن نمیتونه. ما تمام خانه های منطقه را میفروشیم. ما میرم دیگه درشی مدیری خدا بپوشم. ما بازاردیم و دکان میریم. کاکا من امروز همراهتان دکان رفتن نمیتونم. به خاطر کار یک جای به ملاقات میرم. پس به خاطر کار ما آماده نشدی. واضح بگو که شوهر خالم تو را فروختم. شما چی میگین؟ فروختن چیه؟ یک گپ نیست کاکا. یک بار میرم ملاقات میکنم، معلوم نیست که کار میشه یا نه. اگر شوامده دکان همراهت کمک میکنم وعده میتونم. درست است برا. اوف سلما اوف. یوسف خان در خانه‌تان کمره امنیتی وجود داره؟ نه خیر، ما لازم ندیدیم. با خاطر که کارمندای خانه سالاست که با ماستن. ما مثل یک فامیل هستیم. ما شما رو درک میکنم. شما در تو یک حالت بالای هیچ کس، حتی بالای کسایی که نزدیکایتان است. اما ما بالای تمام اعضای خانواده مشکوک هستیم. فقط از این را میتونیم مظنون را پیدا کنیم. درست است. خب ما به شما چی کده میتونم؟ قسمی که دیروز براتان گفتم، باید اظهارات تمام اعضای خانواده را بگیریم. اول اظهارات خدمتکارا را میگیریم. اگر شما برشان خبر بتین بسیار خوب میشه. خوب است. هر چی که لازم باشه انجام میتونم. اگر امرای یوسف عروسی کنم، باز هر چی بخوایی برات میتم. خانه، موتر، هر چیزی که خودت بخوایی. هیچ ضرور نیست. اگه کمی چاپلوسی کنم صاحب موتر و خانش نمیتونم. آسان است. درست است. پس تو از من چی میخوایی؟ باغ میخوایی یا زمین؟ چی میخوایی؟ ببین هر چی که بخوایی به خاطر بعد ساردنش تمام کوشش خودم میکنم. وعده است. تمام کوشش تنه خانم هوا. موضوع کده بیشتر میخوایم. هرچی نباشه رای خزانه بزرگویی ثروت و دارایی را ما برات باز کردیم. بیا خاله. چی گپ است؟ پلیس ها آمدن. خانم حمیده گفت که سلطانه را بگو که بیایه. درست است. برش بگو که چند دقیقه بعد میایم. خب پس حالا بگو چی میخوایی؟ تو نتانستی که رابطه منور و امین مرا جور کنی. حالا ازت میخوایم که 25% اسهم تمام شرکت خانجغلوها را به نام امین ما بسازی. چی؟ چی شده جمیله؟ چی شده؟ تو چرا خیلی ترسیدی؟ اظهارات کل ما را خواد گرفتن پنار.
اوه تو با این ترسیدنت کار ما را دکان مشکل تر میسازی. حالا با بسیار آرامی را بگو که تو چی را باز شنیدی. مامورای پلیس گفتن که اول اظهارات خدمتکارا رو میگیرن. یوسف خانم بسیار عصبانی است. میگه تا وقتی که او شخص پیدا نشه من راحت نمیباشم. حالا با وجودی که من از تمام موضوع خبر دارم چطور دروغ گفتم میتونم پنهار؟ اگر بگی من با من کی باور میکنه پنهار؟ طرف ما بیبی جمیله. اونا آدمای پول دار هستن. بعد از سپری شدن یک درست تمام چیزا فراموش میکنن و بسیار آسانی به زندگی خود ادامه میدن. اما اگه تو حقیقت بگویی چی میشه ها؟ اگه این گپ بگویی برات مدال میدن؟ حالا دیگه به خود بیا، زود باش. ما همراهت اونجا میرم. زیاد مشنویم اما کم گپ میزنیم، درست است؟ ندیدیم، نشنیدیم، نفهمیدیم. این کار خلاص خود شد. گپ مفهمیدی جمیله؟ اشکایت پاک کن. خاله شما چی میگین؟ این کار امکان ندارم. من به یوسف چی بگویم؟ این مشکل خودت از دختر. اگه این کار بر من نکنی، اسناد سر یوسف خان امضا نکنی، دروازه ای خانه تا ابد برات بسته خواهد شد. این تصمیم به دست تو است. خاله به گپایم گوش کو. از من پول بخوای، دارایی بخوای، این قسم یک خانه بزرگ بخوای، من چطور میتونم اسام شرکت به نام امین بسازم؟ قرارداد همه قسم است شریک جان. با ما بحث نکن. یا قبول میکنی یا از من کدام توقعی نمی داشته باشی. خاله تو سهم شرکت چی میکنی؟ ببین اگه خواسته باشی هر دقیقه به حسابت پول انتقال میتم. باز هر قسمی که میخوایی مصرفش کو. پول دیگه چی از دختر؟ اگه پیش سگ بندازی طرفش سیلم نمیکنه. من میخوایم با اینا شریک شوم. خاندان خانجی اغلاها را برهمیش از بین ببرم. اینا جوانی ما، خوبی های ما، خوشبختی های ما، زندگی ما، تمام چیزی ما ازم گرفتن. وقت جوان بودم به خاطر اینا شوهر خود از دست دادم. من در شروع زندگی بیوه شدم، بچه مام یتیم شد. 10 ساله یک کلمه هم نگفتم. ده گوشه چپ و آرام شیشتم. اما حال بس از دیگه. یعنی چطور؟ شوهر خالی ما میگی؟ بله، خون شوهر خالد به گردن خانجی اغلاها است. به نظرشان با دادن چند لیره تمام درد و غمایم فراموش میکنم. اما اونا اشتباه فکر کردن. ما هیچ چیز فراموش نکردیم. وقتی که من شوهر جوان خود از دست داده بودم و غم داشتم، هیچ کس به فریادم گوش نکرد. من پیش از دفن شوهرم از بین رفتم، اما اونا یک ذره در قصه غمایم نشدن. اما اولادای اونا در آغوش پدر و مادر خود با خوشی و شادی بزرگ می شدن. امین بچه من با چشمای پر از اشک و با درد و غم زیاد طرف اونا سیل میکرد. حالا وقتش رسیده که خانجی اغلاها قیمت اشکای ما و امینی مرا بپردازد. درد مرا فهمیدی؟ به می خاطر خواست مرا برآورده می سازی. اگر میگی که نه من وعده خلافی کرده تو را در نیم را تنها میمانم، بازو وقت خودت میفهمی که چی بلاهایی سرت خواهد آمد. فهمیده شد شریک جان؟ صبح بخیر سلما. با زنگایم جواب ندادی. خواستم امرایت گپ بزنم اما نمیخوای امرایم گپ بزنی؟ چی شده امین؟ از من چی میخوایی؟ من به تشویشت بودم. خواستم اینجا بیایم و
همراهت گپ بزنم، یعنی ازت بپرسم که از دست کارهای شما به شفاخانه رفتم. با منور خود چیزی نگفتی نه؟ من به تو میگم که بیهوش شدم، اما تو هنوزم منور گفته میری؟ به خدا کاش که چیزی از دستم بیایه، اما میگم نه، هیچ چیز به یاد ندارم. راست میگم. در او وقتا به نظرم یک نتیجه معاینات آمده بود. بله به یادم است. باز خبر شدیم که توران بچه اصلی یوسف خان است. مام خوش شدیم. خب شما نتیجه را دیدین؟ کی به خانه آورد؟ کی گرفتش؟ چیزی میفهمین؟ نه خیر به خدا. وقتی که نتیجه معاینات آمده بود، ما او وقت اتاق توران رفته بودم و همراه توبراک کمک میکردم. توبراک کیست؟ خواهر نامزدم، یعنی خیاشنیم. او از توران مواظبت میکرد، یعنی دایش بود. فهمیدم. با او ملاقات میکنم. او به این قضیه اشرف نداره. بیاز او حالا در استانبول است. درست است. خودتان بهتر میفهمین. خانم فعلا شما هم قدر سوال داشتم. تشکر میکنم. انشالله که معلومات ما به دردتان خورده باشه. خانم جمیله، حال شما؟ اینجا بیاین. از شما فقط چند سوال میپرسیم. خاله تو دیوانه شدی؟ عقل خودت این گپ قبول میکنه؟ یوسف اگه بمیرم قبول نمیکنه که کار توبراک باشه. اگه عقل خدا به کار بندازی قبول میکنه. خوب فکر کن، بودن توران در این خانه بیشتر به فایده کی بود؟ توبه توبه، اگه قسم بگویم فقط باز یوسف به توبراک زنگ زده پرسان نمیکنه که چوری کار کردی؟ تا که کار کنه بسیار وقت است. بیبی چی میگم؟ اول تو پیش یوسف میری ای گپه بسیار بارامی میگی که دلش برات بسوزه. باز خودیدی که تمام خانواده خانجغلا فریب خود خوردن. برش میگی توبراک درد داشت. طفل خدا به خاک سپرده بود. او بسیار درد و غم زیادی داشت. توران به درد و غمش دوا بود. اما ای که نتیجه را دید، یک بار دیگه دنیا سرش تاریک شد. اگه احساسات یوسف هم با ای گپ یک جای کنه، باز وقت کلگی باور خواد کردن که نتیجه را توبراک تغییر داده. نمیشه خاله. باز وقت یوسف دفعتاً به استانبول خود رفت. دختر تو به گپایی که ما برات گفتیم عمل کدگیش به ما بان. ما بدون تار و رسمان دست پای یوسف بسته میکنم. اگه باور کنه چی خواهد شد؟ اگه پلیسا بفهمن توبراک به زندان مندازن، باز وقت ما چی کنیم؟ دختر جان این کار نمیشه. فقط که تو ضعف یوسف در مقابل توبراک ندیدی. هیچ چیزی نخواد گفت. حتی این کار یوسف و توبراک با هم دیگه نزدیکتر را میسازه. اگر تو هم به وعده خود عمل نکدی، مام توبراک شوهرش جدا میسازم و بعدا نوره با یوسف تو یک جای میسازم. پس حتما نتیجه را شما گرفته. بله. شما او را از کی گرفتین؟ نمیفهمم. حتما پست رسان بوده. باز اوراق به کی دادین؟ دیگه به یاد ندارم. راستی به یادم آمد. به نظرم کوره داری میز مانده بودم، اما مطمئن نیستم. معمولا نامه هایی که میایه به کی تسلیمشان میکنین؟ به خاله سلطانه میدیم. پس حتما نوران به خاله سلطانه تسلیم کردین. بله. پیشتر خود گفتن که سر میزمان نبودین. نمیفهمم، اما تو گفتم. گفت که مطمئن نیستم. شاید آهسته آهسته با یادش بیایه. همتون از جمیله؟ خب امی که اوراق گرفتین عاجل به خاله سلطانه تسلیم کردین؟ بله به او دادم. شما مطمئن هستین؟ البته که مطمئن هستم. اما قسمی که ما معلومات داریم نتیجه معاینات چند ساعت بعد به دست یوسف خان رسیده. بعد از شنیدن این گپ دیگه‌اش از خاله سلطانه بپرسین. راست میگم همتون از جمیله؟ نمیخوایم جمیله را خسته بسازین. بیاز او همینجا کار میکنه، اگر ضرورت شد دوباره بخواینش. درست است. تشکر میکنم. زنده باشین یوسف خان. کاش که گپای ما را قطع نمیکردین. تازه بعضی گپا را فهمیدیم. جمیله از طفولیت اینجا کار میکنه. تا حالا ما کدام دروغ از او نشنیدیم. اگر کدام گپ می بود باز او برام میگفت. ما بالای او اعتماد دارم.
اوف جمیله. ای قسم هر جای نگرد. برو به کارایت برس. حالا دیگه زود باش. یوسف خان، ما بالای تمام کسایی که در این خانه هستن مشکوک هستیم، به خصوص خانواده ایتان. مثلا خانم هوا. حتی بالای خانم هوا هم شک داریم. سوالای زیادی به جواب مانده. اگه ما ازارت تمام اینا رو نگیریم مشکل حل نخواهد شد. چی شده؟ چیزا خو نگفتی؟ کاش که گپایی را که یوسف خان درباره ما میگفت گوش میکردی. او میگفت ما سری باور داریم، هیچ وقت دروغ نمیگه. اما ما بزرگترین گناه را مرتکب شدم. چرا گناه باشه جمیله؟ گپ خلاص شد. حال تو برو دیگه. حالا دیگه. یوسف خان، اسنادایی را که به دست داریم یک بار بررسی کنیم باز براتان خبر درست می‌دیم. است. یک بار ازارات نامزدتان هم باید بگیریم. درست است. هر کاری که میخواین انجام بدین. تشویش نکنین. چیزی که از دست ما میای انجام میدیم. زنده باشین. بسیار تشکر. روز بخیر. روز بخیر. خدافظ. سلام بچه کاکا. خوش آمدی. خوش باشی. چی کردی؟ یک دفعه بالا بریم باز گپ میزنیم. خودت خب به چشمای دیدی که اظهارات هواره نگرفتن. اما بازم همین جای نشانی باشه جمیله. ما میگم که او دختر در این کار دست داره. اگر نداشته باشه من خودم میکشم. بدون کدام دلیل خو از شب تا صبح با سلطان خواهر خو گپ نمیزدن. راست میگی؟ دختر ما با چشمای خود دیدمشان. ای که درباره چی گپ میزدن نفهمیدم. به خاطر که گپایشان بفهمم دروازه را کم باز ماندم، اما سلطان خواهر زود بستیش کرد. انشالله در چایی که سلطان خواهر و هوا خانم به دیگر را کندن خودشان مفتن. اگر نه ما بیچارای بیگناه در خطر خود افتادیم. چی شد محمد بچیم؟ کدام خبر آوردی؟ صبح به خانه گلسوم رفتم اما کسی اونجا نبود. مهر بیادرش کدام کسی را لط و کوب کده. در زندان است و مادرش هم از تشویش خون ریزی مغزی کده. یک طرفش فلج شده و کسی هم نیست که پرستاریش کنه. دکتران پیش اقاربش روانش کردن. اقاربش کجا بودن؟ راستش بچه کاکا به قریه نزدیک شهر هستن، اما فکر نمی کنم که اونا چیزی را بفهمن. بیچاره 3 فامیل در یک خانه زندگی میکنن. محمد چپ شو. بلیاز خدا لطفاً چپ شو دیگه. آی خانم کاکا به خدا کلش حقیقت داره. ما فکر میکنم حتما کار اونا بوده، اما این کار با اونا هیچ فایده ای رسانده نمیتونه خانم کاکا. وای توران جان وای. یولماز خان، اما چطور میتونیم اون طفل خورده به او خانه روان کنیم؟ یوسف بچیم، او طفل خورده است. در اوجه ازش کس مواظبت کرده نمیتونه. پس چی کنیم خانم کاکا؟ آرام باشین تا حال خود کسی را جای روان نکردیم. چی گپ است؟ امرای دهان خود اشاره بازی را شروع کردین؟ راستش خانم میخواستم چیزی بگویم اما نخواستم در بین شما مداخله کنم. اگه از گپ خبر داری پس بگو سلطانه. سرم از درد میکفه. فکر میکنی غمای خودم برم کافی نیست؟ یوسف خان، به تو یک گفتنی دارم. هر چیزی را که میفهمین بگوین. من میفهمم این کار کی انجام داده. چی؟ آفرین بیبی، حالا کمه راحت شدی. بیبی چی میگم؟ حالا برو کالاشویت شروع کن تا کمه فکرت دیگه شوه، حالتتم خوب شوه. درست است؟ حالا دیگه
این گپ امکان نداره. توپراک تو کار کده نمیتونه. سلطانه تو امیر خوب میفهمی. خانم حمیده توپراک از بدی کارا نکده. بعد از مرگ طفلش توران با او همه چیز شد. راستش حقیقتی است که او نخواسته که توران از دست بده، هم نخواسته از توران جدا شوه. ایرم دیده نتانست که طفل بیچاره در میدان بانه. خانم حمیده این گپا راست است هوا. حالا ای به شما چی بگویه؟ خواهر خود به پلیس ها تسلیم کنه خانم حمیده؟ خواهرش یک اشتباه کرده دیگه. گپ بزن دختر، چرا چوب هستی؟ بگو که در فکر یوسف خان کدام سوال باقی نمونه دختره. خالم راست میگه. نتیجه آزمایش توپراک تغییر داده. کجا میری؟ استاد ترکین آمده، از او خاطر خواستم خانه برم. جانم استادم یال آمد، من دیدمش. توبه. خب بسیار خوب شد که استاد آمد. من بیازو اگه خانه میرفتم درس میخوانم بر صورت. راستش ما همین تصمیم داشتم، یک بار میبینیم اگه درس نبود باز میریم. درست است. دوستا استاد جدید ما آمد. سلام به تمام شما دوستا. من استاد جدید ترکی شما امین شیلیروت هستم. تو مطمئن هستی کار توپراک است؟ وقتی مام شنیدم باور کردن نتونستم یوسف. اما یک بار خوب فکر کن. ده ای کار بغیر از فایده توپراک فایده کی بوده میتونه؟ توپراک تورانه مثل اولاد خود دوست داشت، چون به او زندگی دوباره بخشید. تنها موضوع تبدیل آزمایش نیست. حتی وقتی شیرشم خوش شده بود به کسی چیزی نگفت. باز وقتی که خالیم خبر شد آجر رفت به حمیده مادر ده او باره گفت. یعنی توپراک ده وضعی بود که به خاطر از دست ندادن توران حاضر بود هر کاری کنه. البته به خاطر تو. هوا چی یوسف؟ فکر میکنی گفتن این گپا به من آسان است ها؟ اما گپ مهمی است که خواهر میکاره به خاطر نیت بد انجام نداده. دلش به او طفل معصوم سوخته، نخواسته که او بدون مادر بزرگ شوه. درست است. بعد از ایشم حل میکنم. چی قسم حل میکنی؟ کجا میری؟ با استانبول رفته همراهش گپ میزنم. دیگه چی کنم؟ درست است، اما اول کمی خود آرام بساز. تو فعلا بسیار عصبانی هستی. چه قسم خود آرام بسازم؟ چطور عصبانی نشم؟ ببین ما هم بسیار عصبانی شدیم، اما اگه به استانبول بری چی خواد کردی؟ پیشونیت استادش کرده و از استوال میکنی؟ او هم سرش پایین مندازه و چوب میباشه. توپراک نمیشناستی؟ پس تو برم بگو که من چی کنم؟ با که من برای زنگ زد ازش بپرسم ها؟ میگم تمام کارهای دال افشا شده.
اینجا بیا و تمام حقیقت به یوسف خان بگو. درست است؟ درست است، تو گپ بزن. اگر نه ما به استانبول خود رفتم. درست است. نه خیر. با والله بالله عقلم ای گپ قبول نمیکنه. توپراک قسم یک دختر نیست که ای کار انجام بده. خانم حمیده، اگه به تمامی گپا توجه کنیم او دختر اقام بیگناه معلوم نمیشه. حتما دختر بیچاره او وقت به خود نبوده. طفل خود هم از دست داده بود، نخواسته تو را هم از دست بته. یلماز خان تو هم راست میگی اما توپراک قسم دختر نیست. او دختر اهل مکر و اهل فریب و ای قسم کارهای بد نیست، با وجود که خودت ای گپا را بسیار خوب میفهمی. خانم حمیده، به نظرم که هوا میخواه بره. اگه با من کدام کاری نداشته باشین من دیگه میرم. زنده باشی دخترم، تو هم برو کمی استراحت کن. خوب دخترم، برو. روزتان بخیر. روز بخیر. دختر اینجا بیا. چی شد؟ چی گفتی؟ همراهش گپ زدم، به نظرم که باور کرد. گفتم اول یک بار همراه توپراک گپ بزنم، بازو هم قبول کرد. من با تو چی گفته بودم؟ من به استعداد خود باور دارم، اما تو قدر من نمیفهمی دختر جان. من میرم کمی هوای تازه بگیرم. احتیاط کو که خنک نخوری. جمیله، من قبلا برات نگفته بودم کنا کدام برنامه شومده ذهن دارن، هیچ آرام نیستن، یک دفعه اوسو میرن یک دفعه ایسو میرن. دلشان هر کاری که دلشان میخواه بکنن، اما مقصد به ما ضرر نرسانن. جمیله، من یک بار برم تو را نبینم که بیدار شده یا نه. او بیچاره تنها مانده گناه داره. دلم میسوزه. فعلا به جز ما کسی دیگه دقیقش نیست. ترام تبا خود کردن دختر. ای ظالما دمونجا تر آرام نمیمانن. بیا داخل. خیرت از جمیله. چند دقیقه وقت دارین یوسف خان؟ وقت دارم، بفرما. میخواستم به شما یک گپ بگویم. بگو جمیله. جمیله میگی یک گپ میگم باز چرا چوب هستی؟ بگو دیگه. اونا دروغ میگن یوسف خان. جمیله کی دروغ میگه؟ توپراک هیچ گناهی نداره. کلو چیزا گفتی نه؟ آفرین جمیله، آفرین. به نظرت سلطان خواهر و هوا نخواد فهمیدن که کار ما بوده؟ راستی تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که یوسف خان به گپای تو باور میکنه یا به گپای اونا؟ قیامت در انتظار ماست، قیامت. سلطانه؟ کجا هستی؟ دروازه را میزنن. توبه، خدا میفهمه ای زن کجا رفته. آمدم. ها، اوا تو هستی دختر؟
مادر دخترها خانه نیستن. با خدا هیچ معلوم نیست که هستن یا نیستن. در خانه خو معلوم نمیشن، شاید بیرون رفته باشن. یوسف در خانه است مادر؟ بله در بالاست، اما بسیار پریشان است. شما دیگه تشویش نکنین، من خوبش میسازم. خدایا توبه، من خوبش میسازم. خانم مرا صدا کردین؟ تو کجاستی از برای خدا؟ ما باید پشت دروازه برم؟ با هر کس ما باید دروازه را باز کنم خانم سلطانه؟ رفته بودم که دست روی ما بشویم. در دروازه کی بود؟ خانم هوا. آمده که یوسف خوب بسازه. توبه خدایا. گوش کو چی میگم؟ نه که کدام خبر جدید داره چطور؟ یا که امره توپراک گپ زده؟ با خدا ما همه میفهمم که شما میفهمین خانم حمیده. من خواهی چمرش گپ زده نتونستم، مثل جن دوید و بالا رفت. یک گپ برات میگم سلطانه، اگه از این دختر مکاره نجات پیدا کردم با خدا خیرات میکنم. داخل آمده میتونم یوسف؟ بیا، ما منتظر تو بودم. نقل بادامی گرفتم. در اواخر هیچ با هم بودن نتونستیم. اشتها داری؟ تازه است، بگی دیگه یوسف. با توبراک زنگ زدی؟ زنگ زدم اما جواب نداد. دوباره زنگ میزدی؟ زنگ میزنم. میخوایی برام بگویی که سر خواهرت شک داری؟ حتما او کدام کار کرده، چطوری خود راحت بوده میتونی؟ من راحت نیستم یوسف. میفهمم وقتی برای زنگ زدم برش چی بگویم. من حتما برای زنگ خواد زدم، تو تشویش نکن. خوب است. جمیله آمده بود و ما بعضی گپا را گفت. در مورد چی؟ او شنیده که تو و خاله سلطانه در مورد گزارش گپ میزدین. راست گفته. در این روزا کلگی دمی مورد گپ میزنن. در این دیگه چی گپ است؟ خب او چی شنیده؟ سر خاله سلطانه قهر شدی چون او گزارش به خاطر تو تبدیل کرده بود. چی؟ تو میفهمی که چی میگی یوسف؟ بله میفهمم که چی میگم. گزارش شما تبدیل کردین، ده همین مورد گپ میزدین. یوسف تو خودت هم نمیفهمی که چی گفتم میری. جمیله اول باید بره پیش دکتر گوشه خودم معاینه کنه. بله ما و خالیم در مورد گزارش گپ میزدیم، فقط به خاطری که به شما کمک کنیم. خواستیم بفهمیم کی کار کرده، فقط همه قدر. درست است. جمیله را اینجا میخواین، همراهش رو برو گپ بزن. چی؟ نه، یعنی تو سر من اعتماد نداری؟ اول میری گپ یک نوکر گوش میکنی، باز حالا میخوای او رو با من رو برو بسازی. اما تو رست توبه 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 توبه. جمیله سالا میشه که در خانه کار میکنه، چرا یک قسم یک گپ بزنه؟ چرا در مورد تو دروغ بگویه؟ بس است دیگه یوسف، بازم همون کار تکرار میکنی. هر چیزی که برات عجیب معلوم میشه باز سر من شک میکنی. من سزاواری نیستم، من دیگه میرم. هوا کمی آرام باش. البته موضوع در مورد توپراک است نه؟ وقت سر رو شک کردم باز تحمل کردن نتونستی. هوا چی؟ بازم نمیخوای باور کنی که اون قسم یک کار انجام داده؟ حتی در موردش فکرم کردن نمیتونی. وقتی که گفتم عاشق تو از اون گپم باور نکردی. اما نمیفهمم چرا وقتی موضوع در مورد من باشه باز به گپای یک نوکر باور کرده میخوایی من امرش رو برو کنی. بس است دیگه یوسف. هوا استاد باش. هوا هوای قسم رفتن نمیتونی. هوا گفتم اینجا بیا. دخترم چی گپ شده؟ بچیم چی گپ شده؟ یک کسی به من چیزی بگویه چی شده؟ فقط که ما هیچ آدم نیستیم. تو را میگم چرا نمیشنوی؟ میشنوم.
جمیله یوسف خان همراه هوا گفت و گو میکنه. زود باش بیا. من اگه گپ برای گفتن به تو ندارم یوسف. برو همراه جمیله گپ بزن که ارزشش از من بیشتر است. تو چی گفتم میری هوا؟ چیزی که شنیدی یوسف. بیبی دختر چطور با هم گفت و گو میکنن؟ یوسف خان سر تو شک نکده باشه. یوسف خان میفهمه که من برش دروغ نمیگم پنهار. تو یه متوجه گپایت نیستی که چی گفتم میری یوسف. چطور برش حق میدی که با کسی که قرار است خانم تو شود سرش تهمت بزنه؟ تو سرم اعتماد نداری اما تو نیست. این قسم خونه بشه. امره کسی که به من اعتماد نداره ازدواج نمی کنم. ایخو کدام بازی نیست. تو میخوای چی کنی؟ هوا داخل برو اصاب من خراب نساز. حالا چی خواهد شد خانم؟ مرا سیل کو. تو ایرا بازی فکر کردی؟ هوا اصاب من خراب نساز. گفتم داخل برو. یوسف من تو را بسیار دوست دارم. در دنیا فقط تو را دوست دارم. فقط تو را. من قلب خودم به تو دادم اما تو در هر فرصت اون را با خنجر میزنی. تو تش میکنی. من نمیفهمم تو چرا همراهی می قسم میکنی. هوا اجازه نده که برم یوسف. اجازه نده. بچی چی گپ شده بلیاز خدا؟ حالا جانم حالا بیا داخل بریم. آه بچیم بلیاز خدا تو را چی شده؟ لطفاً بگو مرا در تشویش نمان. چیزی که دیدم حقیقت داره؟ یعنی نامزدی شما فسخ شد؟ آه بچیم اما چرا؟ مادر میخوایم تنها باشم بعدن گپ میزنیم. اما بچیم شما چقدر با هم خوش بودین. اما تو نیست؟ به خدا فکر میکنم کسی شما را نظر کرده. آی میبینی سلطانه جان آی ما چقدر کوشش کردیم نامزدی را فسخ نتانستیم. اما بیبی که خودشان نامزدی را فسخ کردن. کل چیز طبق خواست ما شد. آخر ما برنده شدم سلطانه. به تمام آرزوهایم رسیدم. به تمامش. نامزد شدن بسیار آسان است اما با نامزدی ادامه دادن بسیار مشکل است. حالا ما باید برم امرای یلماز خان در این مورد گپ بزنم. البته او هم جگر خون خواد شده. حالا ما چی کنم پنار؟ به نظر من تو خدا به کسی نشان ندی جمیله. صبر میکنیم و میبینیم که چی میشه. دختر من به تشویشی هستم که به سلطان خواهر چی خواد گفتن. به نظرت به گپ کی باور خواد کردن؟ چی بفهمم جمیله که به گپای کی باور میکنن. حالا دیگه من بیرون میرم. نباید زیاد جلب توجه کنیم. خاله من از بین رفتم. تمام شد. چیزی را که دیدم حقیقت داشت.
تو چله را بهش پس دادی دختر؟ ندیدی که همراهم چی قسم رفتار میکرد؟ حالا گپ دراز نکن، بگو که چی شد. تو با کدام عقلتی کار کردی هوا؟ خاله من دیگه چاره‌ای نداشتم. دفعه پیش در مورد توبراک ازم حساب پرسید، از تمام چیز خبر شده بود. چی میگی؟ راست میگم. جمیله کل چیزا فهمیده و رفته به یوسف گفته. چوب باش میفهمم. تو از کجا میفهمی؟ وقتی به پنار میگفت شنیدم. چی؟ پنارم خبر داره؟ از این موضوع دیگه کی خبر داره؟ تشویش نکن. تا به حال فقط پنار خبر داره. دیگه کس از این گپ خبر نداره. تو کجاسی دختر؟ من حال خانه اومدم. درست است. من یک بهانه کرد از خانه بیرون میشم. پیش تو میایم با هم گپ میزنیم. خاله لطفاً مرا نجات بده. بلیاز خدا. من نمیخوایم یوسف از دست بتم. تو هم با یوسف دیوانه ما کردی. درست است، آرام باش. من یک چاره پیدا خواهد کردم. خداحافظ. هوا؟ مادر شما در اینجا چی میکنین؟ دخترم من ترساند اومد. نمیفهمیدم که مرا ندیدی. همراه توبراک گپ میزدی. دختر مقبولم. دخترم چطور از خوب است؟ همراه توبراک گپ نمیزدم. اگه با تشویشش هستین خودتون برش زنگ بزنین. من خسته هستم، استراحت میکنم. توبه من خب برش چیزی نگفتم. استاد کلید جواباتی سوالا پیش شما هست؟ ببینم اگه باشه برات میارم. میشه که برای همگی کپی کنم؟ درست است. زنده باشین استاد. باید با هم گپ بزنیم. همین منور مده اینجا استاد هستم و تو هم شاگرد. یک قسم هر وقتی که خواسته باشیم با هم گپ زدن نمیتونیم. استاد ما در مورد کدام نویسنده ادبیات غرب باید مطالعه کنیم؟ لطفاً برو در جایت بشی. حالا براتون میگم که چی کنیم. شما هم بفرمایین در جایتون بشینین. اگه میشه کتاب چتانه بسته کنین، از شما امتحان آزمایشی میگیرم. ای الماس خان، تو سر عروس ما بسیار اعتماد داشتی، اما میبینم که آیسته آیسته گپای ما به حقیقت تبدیل میشه. چطور؟ یک گفتگوی عادی کردن. چله را کشیده ده دست بچه ما داد. وام ده پیش روی ما. تو بگو ای کار از کردن است؟ بچه این بسیار جگرخون شد. حمیده اونا رو به حال خودشون بون. اگه بتونن که محبت و اعتماد همدیگر به دست بیارن، باز تا آخر ایراره ادامه خود دادن. تو هیچ تشویش نکن. کافی است که تو در زندگی اونا مداخله نکنی خانم. نه خیر نی. ای دفعه دیگه مرا مقصر به اثبات رساندن نمیتونی یلماس خان. میفهمم خانم. حمیده فرض کنیم که تو در زندگی اونا مداخله نمی کنی، اما من خودش نفهمیدم که عبادت شرکت ما چی میکنه. او دختر تحصیل کرده است. دختر هوشیار است. فکر کردم به درد شرکت ما خود خورد. من تو را بسیار خوب میشناسم حمیده. به خاطری که فکر بچه تا دیگه طرف کنی و هوا از ذهنش دور شه و خانم بادر آوردی او را در پیش بچه استخدام کردی تا که یوسف ما از دختر خوشش بیه و او را به جای هوا انتخاب کنه. اگه من کار خوبم کنم مقصر هستم. ببینم با من دیگه چی گپا خود گفتی یلماس خان. خوب میفهمی که دیگه برای چی خود گفتم، اما تو ناخیال بافی نکن که یوسف از هوا جدا شده، امرای او با عروسی خواد کرد. اشتباه فکر میکنی خانم حمیده. فهمیدی؟ به خاطری که یوسف و چین فقط هوا را دوست داره. هوا را دوست داره. ببینم که هوا امو را دوست داره یا نه. یک روز دوست داره یک روز نداره. نمیفهمم این چه قسم عشق است. تو به خدایا. استاد این هیچ خوب نشد. چی خوب نشد دختر جان؟ او کمی کج است استاد. بیبی آب ترازوم راست نشان نمیده، میبینی؟ بله درست گفتین. حتما کدامش از پیشم کج شده. یک دفعه آب ترازو را بان. بیا که یک کار دیگه انجام بده استاد. فقط یک دقیقه صبر کن. خب آل او را بر من بده.
برمره؟ ها برمره. با تو؟ بله به من. ده ای کارا دست نزن خدا اوگار میکنی. من برای جور میکنم تو پایان شو. به این نبی که من دختر هستم. بته به من بته. نه هیچ امکان نداره. همراه ایده سایت حتی بر مرا فشار داده نمیتونی. حالا ایره از دستم بگی. فکر میکردم این کار نمیتونی، اما بسیار خوب انجام دادی. کارت خوب یاد داری. به خاطر کارهای داری به نفر ضرورت داشتم، اما فکر کنم یک نجاره آوردن. انسان در هر جایی که کار میکنه یا زندگی میکنه باید هر کارش انجام داده بتونه. من از عهده این کار برآمده میتونم. تو تا حالا کجا بودی بادا جان؟ در لندن بودم، اما در اونجا کار خودم انجام میدادم. ببخشید نمیخواستم که ناراحتتان بسازم، اما خانم حمیده بسیار اصرار داره. یک دانیم. چطور هستی؟ تلاش خودم میکنم خاله حمیده. امروز کارهای ابتدایی اتحادیه رو شروع کردیم. شما چطور هستین؟ خوب هستم. خدا را شکر خوب هستم. زیاد مزاحم نمیشم. میخواستم تو را به غذای شب دعوت کنم. البته اگر کار نداشته باشی دخترم ها؟ آه خدا جان. خاله حمیده واقعا بسیار میخواستم بیایم، اما امشب نامزدی دختر کاکایم است. میگی او خدا. خوب به هر صورت کدام وقت دیگه باز بیا. اما اگه فردا شب خواسته باشین آماده میتونم. پس منتظر هستم ها. درست است. خوب دیگه خداحافظ دخترم. زنده باشین خاله حمیده. خداحافظ. پس فردا شب در خانه ما مهمان هستی. در این صورت ما هم در خانه می باشم. من بسیار کار دارم آقا محمد. بعداً گپ میزنیم. چطور پیش میره استاد؟ روز بخیر استاد. در وقت رخصتی در جای همیشگی می باشم. محسن بیادر، اما امروز درس دارم. کم طول خواهد کشید. ما برم خانم. یک دقیقه. امروز تا وقت درس دارم. بانش بر فردا. ما برم یا باشم خانم؟ نه میری محسن بیادر. درسم به صبح ماند. بله خاله، چی شدی؟ تو خود گفتی میایی با هم گپ میزنیم. صبر داشته باش، هنوز از خانه نبرآمدیم. یوسف کجاست؟ هنوز به من زنگ نزده. امروز حمیده مادر گپ زدی، او چیزی فهمیده. خاله یک چیزی بگو، چوب نباش. اقدر عجله نکن، تمام گپا رو برات میگم. نه این قسم نمیشه. من خودم اونجا میایم. درست است؟ دختر احمق، فکر میکنی وقت خانم حمیده چله را به یوسف دادی ندید؟ حالا تو رو در خانه خود میمانه؟ باز تو در اینجا چی خود کردی؟ حالا که کار کردی پس در خانه خود باش. پس حداقل تو اینجا بیا. ما باید اینجا باشم. کل چیز باید تحت بررسیم باشه. خاله لطفا امروی من کمک کن. لطفا من بدون یوسف میمورم. حالا برم نگوی که خاله جان من با تو ضرورت دارم. اگه میخواستی بمیریم باید از من بپرسی خانم حوا. خب وقت تا نمیگیرم. خداحافظ.
خانم محترم خودتان همراهیم برین و خانه را ببینین باز بگوین که قیمت از یا ارزان خب پس بفرمایید. درست است بریم ببینیم. پشیمان نخواهد شدین قسم میخورم. اوه خیاش نه. درست سر وقت آمدی. بچه تو خمره در نیمه راه ماند. حال همراهی ای خانم باید به دیدن خانه بریم. تو کان پیش تو امانت حال باشه. کار بارا با نیاز نجان. خواهرم هیچ خوب نیست. ما پیش تو آمدیم. شما به کارتان برسین، ما بعدا میایم. شفا باشه. زنده باشین. چطور خوب نیست؟ صبح خوب بود. بیا بیشی به تو بعضی گفتنیا دارم یاز نجان. تو چرا اونجا شیشتی خیاش نه بخیر که پیش خواهرت بریم. تشویش نگو رو چیزی نشده. من میخوام همراه تو گپ بزنم. تو از دست تو زن. تو سر من ریشخند میزنی؟ پس چرا مشتری ما جواب دادی؟ اگه چاره پیدا نکنیم باز این دکان خود چی؟ تمام خوابات نقش براب خواد شد یاز نجان. باز چی شده؟ نامزدی دخترت فسخ شد. یوسف بچی چطور هستی جان مادر؟ اوف همه ای غم در چشمای دیده نمیتونم. باور کو قلبم آتش میگیره. تحمل کردن نمیتونم شما جگر خون باشه. پس برام بگو چی اتفاق افتیده بچیم ها؟ پدرم هم اینجا بخواین که گپ بزنیم. درست است جان مادر. یولماس خان تو عقلت از دست دادی. باز اگه ای کار بکنم یوسف خان خود لوده نزج وقتی دروغ باور نخواد کرد. لوده خود نیستم ما عاشق است. هر بهانه‌ای که خانم هوا کنه یوسف خان قبول میکنه. اگه منطقش قبولم نکنه قلبش هم تاثیر ساخته نمیتونه. این امکان نداره خیاش نه. بجای این قسم فکرهای احمقانه یکان چاره دیگه پیدا کن. باز اشتباه خوش ما کردین. ای را باید پیش از انجام دادن او کار فکر میکردین. دی کار موتو نداریم. یوسف اگه یک سرنخ به دست بیاره باز کلگی ما تباه خواد شدیم. مرا ببخش خیاش نه. اما من احمق نیستم و جای شما خود نمیسوزانم. تو چی میگی؟ چه قسم یک آدم هستی ها؟ اگه او کار نمیکردیم باز توپراک هیچ وقت از او خانه بیرون نمیشد یاز نجان. باز تو هم بجای دکان حالا مثل مجدقه و خانه میشیشتی. اگه به گپایم گوش نکنی عاقبتت همه قسم خواد شد. مشکلم ها تحمل کنم باز مزیش تو هوا بچشه نما تو رست. بس از دیگه از دست ما فقط همه قدر می آمد. اگه میتونستی باز تو ازی بهتر میساختیش. حالا برم بگو هم دست ما هستی یا نه؟ نیستم. بین ما بعضی کشیدگی ها ایجاد شده پدر. شما هم شاید گفتگوی امروز بین ما و هوا بودین. نمیخواستم شما را ناراحت بسازم. بچه قندم در قسیم هیچ نشو. تو ایره بگو که چی شده بود ها؟ اما شاید تو را کمک کرده بتونم. نه خیر مادر، زنده باشین. ایره خود ما باید حل کنیم. اما این قسم هم امکان داره بچه. او روزی که من شما را دیدم بسیار عصبانی بودین. حالا اگر بخوایی موضوع را زیادتر دامن بزنی شاید وضعیت دگان بدتر شود. شاید به حیث بزرگا ما راه حل برش پیدا کرده بتانیم ها؟ حمیده
مادر، ما به گفتن اینا هیچ ضرورت نداشتم. فقط خواستم که شما ناراحت نباشین. درست است؟ یوسف وچیم، زیاد خود جگر خون نساز. هر کار از خود جنجال خود داره. تو حال بیرون برو و کم هوای تازه بگی. باز با اصاب آرام فکر کو که چی باید کنی. فراموش نکن ما همیشه از تو حمایت زنده باشین میکنیم. پدر. یک گپ ما گوش کنین. من ازت یک چیز میپرسم. این موضوع با او گزارش کدام ارتباط داره بچیم؟ خانم حمیده، این قسم چرا چی وقت چه تو پرسیده بچه رزی بیشتر خسته نساز. بی از او اگه کدام گپ می بود باز برای ما میگفت. به تو به اندازه کافی وقت دادم. خب دیگه حال من از خود کار دارم. اگه این نامزدی فسخ شوه با زندگی تو هم تباه میشه یازنه جان. تا جایی که من میفهمم این دکان به نام توبراک است. یوسف خان کسی نیست که دکانه این قسم از او پس بگیره. کار مجور است تو در مورد خودت فکر کن. یعنی با خانجی اغلاها خیش شدن برات مهم نیست. به قدر یک جای خود قناعت میکنی همه طور است. اگه خواست تو فقط همه قدر بود با من میگفتی من برد یک دکان میگرفتم. مرا گپ نده سلطان خانم. من تو را خوب میشناسم. اگه فایدت نباشه باز تو به کسی حتی گناه خودم نمیدی. تو این گپا را بان ایره به گوشای باز بشنو. من به خاطر خیش شدن با خانجی اغلا یعنی با یوسف خان مقابله کردن نمیتونم. تو چه قسم پدر هستی رمزی؟ قلب دخترت درد گرفتن. داستان محبتش نیمه مونده. برات هیچ مهم نیست. تو ماری را که نزدیکایت نش بزنه و خودت غرض نگیره دوست داری همه تو نیست؟ فقط که اگه تو تشویق نمیکردی باز هوادهی بازی شامل میشد. رمزی دیوانه، او دختر تو است. حداقل تو اگه انسان می بودی، اگه خوشی دخترت برات کمی هم ارزش می داشت باز پیشنهاد من قبول می کردی. اما هوای بیچاره پدر نداره. بدگو یوسف، هر اتفاقی که بیفته از هم جدا نمیشی. هر گپی که شما با هم یک جای میباشی. وادست
بعد از این قلبم فقط به خاطر تو میتپه. خواهر جان آمدی؟ مام کار آشپزخانه را خلاص کردم، دیگه کار نمانده. به چیزی ضرورت داری خواهر؟ کارا بارابان بیا اینجا بشین. برم بگو که جمیله به یوسف چی گفته هر دیگه؟ جمیله خواهر او امروز گریه کده پیش ما آمد و گفت که ما به یوسف خان بعضی گپا را گفتم، فقط امی. فکر کن وقت شما همراه هوا در مورد کدام چیز گپ می زدین او شنیده. مام ازش پرسیدم که چی شنیدی و چی دیدی، با مام هیچ چیز نگفت. راستش مام نفهمیدم که چی گفته. به نظرتی چیزایی را که تو نمیفهمی خانم حمیده میفهمه؟ خب تو فکر نمیکنی که یوسف خان به مادرش گفته باشه؟ نه خواهر، راستش فکر نمیکنم گفته باشه. اگر میفهمید باز تو هم خبر میشدی. پس حتما او خبر نداره. واقعا؟ تو بسیار هوشیار برآمدی خانم پنار. به جمیله خوی نظریه را تو ندادی نه؟ اگر نه او چطور جرأت میکنه پیش یوسف خان رفته کل چیزا برش بگویه؟ همه تو نیست؟ خواهر به خدا من از هیچ چیز خبر ندارم. مام امروز خبر شدم، قسم میخورم. تو خو مرم مشناسی، من چطوری با دیره ده حق تو کدم میدانم خواهر؟ دروغ گو. قسم ها میخوره. جلو پستک تا جمع که همراه جمیل از اینجا گم شوین. خواهر این قسم نگوین خواهر. حالا خو گفتم. خواهر قربانه چه میکنه نکو. خواهر خواهش میکنم با ما رحم کو. درست است، تو راست میگی، من دروغ گفتم. خواهر جان جمیله هم روزه که خبر شد دویده پیش ما آمد و کپا به من گفت. برای چی گفت؟ ای که تو هوا هم دست شده گزارش شفاخانه تبدیل کردین. خو همه قسم گپای حق و ناق دیگه. تو خو گفتی از این چیز خبر نداری دختر. خواهر جان خبر داشتم اما باورم نمیشد. منظورم امی بود، قسم میخورم خواهر. اوف جمیله اوف. برش گفتم که پیش یوسف خان رفته، برش چیزی نگو. زیاد اصرار کردم، خواستم بفهمانمش اما گوش نکرد خواهر بر چیزی که ایمان داری باور کن. تا حالی هم من مانع شدیم، برش اجازه ندادم. اگر نیزو تری گپم میگفت. دیدم که چطور مانع شده تانستی. شاید که حالم دروغ بگویی ها؟ شاید بعد از یوم دروغ بگویی کی میفهمه؟ حال چطور سرت اعتماد کنم؟ خواهر با خدا قرآن پیشم بیار، سرش دست میمانم و قسم میخورم به خدا راست میگم.
خواهر جان لطفا امر من این کار نکن. میفهمی که من به این کار بسیار ضرورت دارم. اگه من از این کار اخراج شم زندگیم تمام میشه. لطفا هر کاری که بگویی انجام میدم، هر کاری که باشه. فکرت باشه بعد از این هر اتفاقی که بفته اول مرا خبر بده. یعنی بعد از این دی خانه 2 گوش و 2 چشم اضافه خواه داشتم. وعده میکنم خواهر. اما فکر نکن که کاملا نجات یافتیم. باید دوباره اعتماد مرا به دست بیاری. از این خاطر به تو یک کار بسیار مهم می سپارم. امر کن خواهر. یا این کار بر من انجام میدی یا با خودت باید یک کار دیگه پیدا کنی دختر. با خدا طاهر جان بدون ضایع ساختن وقتی کار به خوبی و خوشی انجام میتم انشالله. درست است این کار خو انجام میتی، اما این کار با یک موتر و 2 موتر انجام نمیشه. تو نیست غلط درک نکو. اما اگه میخوای از کرایه گرفتن موتر سود به دست بیاری باید تعداد موترایت زیاد کنی. تو خو راست میگی طاهر جان، اما حال قدر سرمایه ندارم. شاید تا چند روز دیگه وضعیتم خوبتر شود. چی بفهمم شاید پدرم کمک کنه یک کار خاط کنم. انشالله بیادر جان. فردا صبح وقت پیش ما بیا. باز طرفای شام ما موترها را برات روان میکنم. تبریک باشه. با تام تبریک باشه بیادر. درست است. خداحافظ. خداحافظ. چی گپ جنید بیاده؟ سوار شو شیر من. دوست سابق دشمن شدن نمیتونه. بیا که کار ناتمام تکمیل کنه. مطمئن باش پشیمون نخواد شدی کار بسودت از جنید بیاده. چی شد پنار جان؟ اوا خانه آمد یعنی؟ امیده خانم از کجاست خبر شده؟ در مورد ما چی میگن؟ صبحان بیرون رفتن تو نیست؟ بله از خدا یک چیز خوب بگو پنار. جمیله سرم بسیار درد میکنه. حالا میرم استراحت میکنم بعدن گپ میزنیم. پنار در داخل قبر ما کنده میشه. تو میگی بدن گپ میزنیم. بله از خدا یک چیز خوب بگو. من به تو نظر خدا گفته بودم جمیله، اما به گپم گوش نکردی. تو با این کارت خدا حتی مرا به آتش انداختی. بعد از این توقع کمک از من نداشته باش. درست است لطفا قهر نشو. حالا برام بگو که من چی کنم؟ بالا برم یا نه؟ به نظر من برو کارت انجام بده. من بالا میرم خواهر. یک دفعه تو راه نمیبینم. میتونی بری. بفهمم امرت چی کنم. با خدا من نمیخواستم این قسم شوم نور جان، اما حالا که چلاهایشان از دستشان کشیده به نظر من ای به جداییشان منجر خواد. چه تقدیر است دیگه، چی بگوییم؟ شما هر چیز که میگین بگوین مادر، اما اگه عشق اونا حقیقی باشه باز تقدیر دوباره اونا رو یک جای خاط ساخت. خودشان مانع کار شده نمیتونن. تو به گپ من گوش کو دختر. خوب گوش کو من چی میگم. تو امروز امین دیدی نی؟ از کجا فهمیدین مادر؟ تجربه فکرش کو. چشمایت ای گپا برم میگه جانم. مادر من امینه واقعا بسیار دوست دارم. آی خدای من، آی خدای من. یکیش خلاص میشه و دیگه شروع میشه. ای بچه باز چرا پیش تو آمده بود؟ از کورس ما یک استاد اخراج شد مادر. خب امروز ما استاد نداشتیم. درست وقتی که خانه می اومدم گفتن که یک استاد نو آمده. اما لحظه دیدم که همین در مقابل استاد است و درس میده. مادر
تقدیر دوباره همینه در مقابل ما آورد. آی تو چقدر یک دختر ساده هستی منور. چقدر ساده و بیعقل هستی. باور که تو یک ذرام طرف من نرفتی. تو فکر میکنی که او تصادفاً اونجا آمده بود؟ من مطمئن هستم که او ایره از قبل میفهمید که تو در یک کورس ثبت نام کردی درس میخوانی. از همین خاطر اونجا آمده بود. من برات گفته باشم اگه پدرت یا برادرت ببینن که تو در اونجا شیشتی و امرش گپ میزنی، بازو بچه را زنده نخواد ماندن، باز نگویی که برام نگفتی. فهمیدی؟ اگه نبینن بازو را زنده میمونن مادر. مادر دیگه هیچ کس به ما مهم نیست. امین ده تقدیرم است مادر. ما تمام حادثات را که در گذشته اتفاق افتاده فراموش کردیم. دختر یک دانی. آه جان مادر، آخری این کارتان چی خواهد شد؟ چی خواهد شد منور؟ شما خب میفهمین که ما بسیار میخوایم به دانشگاه برم. امروز یو گپ میزنم، باز درباره آینده تصمیم میگیریم. لازم نیست شما تشویش کنین. البته منور، موضوع درست از همه چیز کده. مهمتر از دخترم تو فقط به فکر درست باش. دیروز شما خب میگفتین که هیچ چیز مهم نیست. سلطانه میبینی اما تو نیست؟ من از هیچ کدام اینا مراقبت کردن نمیتونم. هر کاری که میخواین انجام بتین. به من چی؟ من رفته یک بار نواسی خدا میبینم. من میرم که تو را نبینم. خدایا خودت مرا ببخش. نه خیر محمد، اونجا نرفتم. خب چطور شد؟ همراه مادر بسیار کارا را پیش بردیم. خوب است زنده باشی. درست است، بعدا میبینیم. بچه من میخوایم امرایت گپ بزنم. بعدا گپ میزنیم خاله. خسته هستم، استراحت میکنم. خستگی قلب با استراحت مداوا نمیشه. من از کشیدگی که بین تو هوا ایجاد شده با خبر هستم. جمیلان بعضی گپا رو برات گفتم. حتی پای مرام در این موضوع داخل ساخته. هوا براتون گفت؟ نه بچیم، اگه دروغ بگویم امین خدا ازم بگیره. بعد از اون وقتی که از خانه بیرون رفتی روی او دختر ندیدیم. اما هیچ چیز قسمی که تو شنیدی نیست. از این موضوعات هوای بیچاره تا خبرم نداره. بیچاره به تو چیزایی که میفهمید گفت اما با خودش مشکل جور کرد. شما همراه ما بیاین. هر چیزی که میفهمین واضح برام بگوین. وقت مادر کلانت تو را در آغوش مداد تو به اندازه توران بودی. خاله خو میگی اما به اندازه مادرت مام زحمت کشیدیم. میفهمم خاله. از همین خاطر دستا پایین بسته است. با خود میگم که این خاله ما زحمت مرا کشیده و با من بدی نمیکنه. از همین خاطر چپ هستم. جمیله را مشناسم و دروغ نمیگه. ایش نمیفهم در خانه کی برام دروغ میگه. حیران هستم بالای کی باور کنم. هر قدر که بگویم بازم من مقصر شمرده میشم. به خاطر کسی که بالاش مهربانی کرده او را اینجا استخدام کرده افسوس بخورم یا به اعتماد تو یوسف بچیم.
وقتی قسم با نگاه مشکوک طرف میبینی با خدا دلم در میگیره. خداوند خودش جزای و گناهکار لعنتی رو بده. گناهکار کی است خاله؟ جمیل است. او دختر چرا باید دروغ بگوید؟ یوسف جان، تو هیچ وقت فقر تجربه نکردی. انشالله که هیچ وقت هم تجربه نکنی، اما ناداری انسانه به هر قسم کار وادار میسازه، از راه راست بیرون میکنه. وقتی که موضوع پول مطرح باشه انسان نمیفهمه که چی میکنه. حتی در قصه عزت و آبروی خود نمیشه یوسف بچه. خب یعنی چی؟ ما کل چیز فهمیدیم. میفهمم که کیو چرا گزارش تبدیل کرده. حالا بریم، تو را با اون نفر روبرو میسازم. باز تو بپرس و او جواب میده. یک دقیقه. شما فهمیدین که کار کی بوده؟ رفته همراهش گپ زدین؟ او هم اعتراف کرده مترس؟ بله بله. حالا هم منتظر ماست. درست است بریم. مادر. ها؟ از پدرم کدام خبری داری؟ میفهمی صبح لباسای خدا پوشیده و خدا تکان داده گفت که طرف دکان میرم دختره. راستش در اول سرش بسیار قهر بودم، اما این کار برای پدرت بسیار خوب شد. از خواب غفلت بیدارش کرد و سر عقل آمد. حال دیگه حتی نام قهوه خانه رام نمیگیره. بگی نان بکش که بخوریم دخترم. هوا؟ چلید کجاست دخترم؟ ها، همام رفته بودم، حتما در کنار آینه فراموش کردیم. چرا اینجا آمدیم؟ داخل برو، باز خودت خود فهمیدی. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم یزنا جان. یزنا جان، کل چیزا بگو که بچیم گناهکار و بیگناه را بشناسه. اگر میفهمیدم که کار به اینجا خواهد کشید، از اول تا فکرشم نمیکردم. رمزی، اول گپت بزن، باز پشیمانیت بیان کن. یک دقیقه. گزارش شما تبدیل کردین؟
متاسفانه بچه همین قسم است. بله. یعنی چی که متاسفانه همین قسم است؟ شما با این کار چی مقصد داشتین؟ به خاطر محافظت از دختره. تو دخترت از چی و از کی محافظت میکنی؟ تو براک از من بهتر میشناسی. در پشتش هر قدر باره که بانی اگه دردان بکشه صدای خدا نمیکشه. کافیست که اطرافیانش آرام باشن. تو نمیفهمی وقتی نواسه ما را به تو براک دادن ما چقدر خوش شدیم. صبح همون روزی که به شفاخانه آمد قصد جان خودک کرده بود. کی؟ توپراک؟ بله. اگه به من باور نداری برو از هوا بپرس. با دستای خود خواهرش از رسمان دار نجات داد. در ضمن مادرشام از همین خاطر راضی شد که او خانه شما بیاید، به خاطر که توبراک به توران امید دوباره میبخشید. او را به زندگی وابسته میساخت. همین قسمم شد. میفهمین؟ توران به دخترم زندگی دوباره بخشید. به لبای دخترم دوباره خنده آورد. توپراک با این گزارش چی ارتباط داره؟ درست همون وقتی که همه چیز رو برا شده بود مسئله گزارش شفاخانه پیدا شد. تصادفاً وقتی که من به خانه شما به دیدن توبراک آمده بودم جمیله به من گزارش نشان داد. گفت که یوسف به خاطری که با فهم طفل از کی از معاینات انجام داده. من نفهمیدم. بعداً گفت که گلسون به خاطر وارد شدن به خانه شما چی کارهایی که انجام نداده بود. گفت که طفل 100% از کسی دیگه است. خب باز معمول از یک ترس عجیب تمام وجودم گرفت. فکر کردم وقتی که بفهمین او طفل از شما نیست بازو را از خانه‌تان بیرون خواد کردین، ای قسم توبراک دوباره به حالت اول برگشته و از بین میرفت. من مجبور بودم که یک جا را پیدا کنم بچیم. به جمیله گفتم این گزارش فراموش کن، من ایره تبدیل میکنم. این قسم هم توبراک و هم توران نجات میافن. این گپ چطور با فکر شما رسید؟ شما چطوری تصمیم گرفتین؟ وقتی موضوع اولاد باشه باز آدم هر کاری را میکنه. تو امیره خوب میفهمی بچیم. بانندگه به لیاز خدا. بچه بیشی تا آخر خو گپ چی را گوش کنم؟ متوجه نیستین ده حق او طفل چی ظلم بزرگ کده؟ تو نمیخوای که حقیقت در مورد توران بفهمی؟ بیشی لطفاً بچه بیشی. اینه دیدی؟ پدرت به غذا خوردنم نامد. هوا؟ تو را چی شده؟ چیزی نیست مادر. غذایتم نخوردی دخترم. نه که مریض هستی؟ نه مادر، خوب هستم اما گشنه نیستم. شما بخورید. دو فکر میکردم بهترین کارمی از، اما جمیله به من خیانت کرد. از من پول خواست. گفت اگه نتی باز تمامی کارهای تا با یوسف خان میگم. جمیله چرا از شما پول بخواه؟ بیا زود خانه ما کار میکنه و پول به دست میاره. بچه جمیله از خود یک عالم مسئولیت داره. پدر و مادر خواهر بیدر داره. به کل اونا باید رسیدگی کنه بچه. خب وقتی این گپا را فهمیدین چرا برام نگفتین؟ من خواستم همراه خانم حمیده گپ زده همه چیز برش بگویم، اما مشکلات خودم باعث شد که این کار کردن نتانم و موضوع همه ماند. بعدش از خاطر پولی که به خاطر شیر توبراک داده بودین 2 سال دیر حساب کرده در دستش دادم. اما وقتی که جمیله مزه پولا را دید هر روز زیادتر بالا این فشار می آورد. وقتی که من پول جور کردن نتونستم در مشکل افتیدم. باز در همون وقت شما با هم نامزد شدین. من به خاطر که مجبور بودم و جواهرات
به عنوان توفه آورده بودین فروختم. میفهمم. ایرو میفهمین با این کارایتان چقدر مشکل ساز شدین؟ ها؟ بازی موافقت چرا از بین رفت؟ چطور شد؟ از من ای دکان نخواست. گفت که به تو براک بگو ای دکان به نام مکنه. گفت که من به درآمدی ندارم. اگه از او خانه بکشن باز در میدان میمانم. گفت اگه ای کار نکنی میرم به یوسف خان همه چیز میگم. ما اما وقت موافقه را از بین بردم. بعدن کار خود کرد. او گزارش واقعی را که گفته بود پاکت کرده در اتاقت ما. آی هوا جان، اینا رو فراموش کردیم دخترم. بتین به من مادر، بتین به من. هوا تو اونا رو بانجانم. یک بار پیش خاله فاطمت برو، حالا دختر مقبولم. اما چرا؟ آی میدم هیچ خوب نیست. خواستم که نعنا جوش بتم اما دیدم که نمانده بود. برو کمی از پیشش نعنا بگی. حالا دخترم. درست است مادر. شما به ظرفا دست نظرین، من که آمدم میشم. کمی هوای تازه میگیری. درست است. یولموز خان، با خدا دگه دفعه ای تلیفون در گردن خود آویزان خواد کردم. یولماز، ببخشین که در این وقت مزاحم میشم اما بسیار به تشویش بودم. فکر کنم اوضاع اولادا چندان خوب نیست. هوام چیزی برای من نمیگه. اگه چیزی میفهمی برای من بگو یولماز. بله؟ صدای مرا هیچ نمیشنوی یولماز خان؟ خانم شریفه؟ فکر کنم شما هستی. من حمیده خانجی اغلو هستم. خانم حمیده، شامتان بخیر. من به خاطر اولادا به تشویش شده بودم، از این خاطر براتان زنگ زدم. خانم شریفه، من به این باور هستم که نباید اینقدر در کارهای اونا مداخله داشته باشیم. شما صرف به خاطر یولماز خان زنگ زده بودین؟ البته خانم حمیده، در اصل من میخواستم به شما زنگ بزنم اما شماره تلفنتان پیشم نبود. شماره یولماز خان پیش رمزی بود، از پیش او گرفتم. به از او هم خوب نیست که در مورد قسم مسائل ما خانما با هم گپ بزنیم. البته اگر کدام گفتنی دیگه نداشته باشین به اجازهتان من قطع میکنم، کار دارم. خانم حمیده، بازم معذرت میخوایم. آی خدا لعنتت کنه شریفه. خانم حمیده، کسی برای من زنگ زده بود؟ بله، قده سابق ما خانم شریفه زنگ زده بود. توبه به من زنگ زده بود؟ به تو زنگ زده بود. نه، اما او چرا این کار کرده؟ ما هم تعجب کردم، اما ما گپایی را که باید در بین خود فیصله‌اش میکردیم گفتم موضوع را حل بسازیم. به من اجازه میدی یولماز خان؟ باید پیش دوران برم.
من فقط خواستم که او بچه صاحب خانه و دخترم خوشبخت و بچیم. تو هم خود میفهمی که پدر بودن چی معنی داره. از برکتتان فهمیدم. با خاطر نجات دختر خود زندگی ما و طفل تباه ساختین. این کار شما اشتباه نیست، بلکه گناه هست و ما این گناه را هیچ وقت نمیبخشم. میره خود فهمیدین. آفرین. حال منتظر خبر ما باش یاسنا جان. رفتم، خداحافظ. لعنتی. بچه ای دیگه چه قسم گپ از خاله؟ ای آدم خوب شناخته، توقع هر کار ازش دارم. اما جمیله چطور ای کار کده میتونه؟ چطور اوره چطور شناخته نتونستم؟ بچه صبر داشته باش. میفهمم که عصبانی هستی، اما لطفا صبر داشته باش. با خدا وضعیت هوا مستو کده بهتر نیست. من نمیخوایم بین شما مداخله کنم، اما کشیدگیتان هر چیز زودتر خلاص شوه به همون اندازه برتان خوب است. حالی که تو هم همه چیز فهمیدی، بهتر است که بری و قلب و معصومه دوباره به دست بری. ها، تا به حال شاید از غم و غصه خود نابود ساخته باشه. در بین شما عشق وجود داره، عشق واقعی. هم دیگر به آسانی از دست نتن. صبر کنین خاله، یک بار همراه جمیله گپ بزنم بازو کارم میشه. توران جان، خوابت برده جانم؟ امید قربانت شو یک دانیم. چطور هستی منوع؟ چطور باشه محمد بچی کوکا؟ امروی توران وقت خودت سپری میکنم. تو هم با این طفل بسیار خودم مصروف میسازی، اما اگه از این طفل دل بکنی باز بد نمیشه. باز زودی به پرورشگاه میره، باز جگر خون خود شدی. این تصمیم ما تو نه، بلکه بیادرم خود گرفت. دستم اگه خون مادر اگایی نباشه بازم این معصوم است. به نظر من توران سزاوار این همه گپا نیست. بگو که دوایش سر وقتش بخوره. یک عالم پول میتیم به خاطر دوایش. سر وقتش بخوره، حداقل فایده خو بکنه. جمیله، جمیله کجاست دختر؟ در اتاقش هست. کاری را که گفتم انجام دادی؟ بیبی اگه او کار انجام نداده باشی، باز یوسفا به جان تو خاط آوردم برات گفته باشم دختر جان. دیگه پول چی خواهر؟ ماش که گرفتم تمامش با شما روان کردم. با جایی که مصرف کنین کم پس انداز کنین. به خدا به خاطر پول روان کردن با شما بسیار زحمت میکشم. درست است یک چاره پیدا میکنم. توبه توبه. بفرمایین آقا. اتاق بپالین. اگه بهش ضرورت داریم براتون میتم. چرا ای کار کردی جمیله؟ وقتی با پول ضرورت داشتی چرا با من نگفتی؟ خدا را شکر بچه ضرورت ندارم آقا. خداوند سایه شما را سر ما کم نکنه. چه باش جمیله، چه باش. دروغ گفتن دیگه بس کو. قسم میخورم که دروغ نگفتیم. یوسف خان چی گپ شده؟ حالا دیگه خاله منتظر چی هستی بپال نه؟ کلیدی پیش تو از دختر. بله خواهر، او بکس جیزی ما است. باز کو سر بکس ده. من نفهمیدم که شما چی رو میپالین.
نه در اینجا بود. اینا چی هستن جمیله؟ ای از من نیست، قسم میخورم. کی اینا رو اینجا مونده یوسف خان؟ با دستای خود کلی را دادی که اینا را دیگه در اینجا میمانه. چرا هنوزم دروغ میگی جمیله؟ ما براتون دروغ نگفتیم یوسف خان، خبر ندارم. بیازم اونقدر پول ندارم که اینا را بخرم. اونقدر پول نداری ها؟ هیچی از پول نیست. به می خاطر بالای یازنی فشار آوردی؟ ها؟ به خاطر همین چند لیره؟ فقط به خاطر همین؟ توف. افسوس به تو دختر. تمام زحمت هایی که به تو کشیدیم حرامت باشه جمیله احمق. ما کدام کاری نکردیم. بله یوسف خان، بل یاز خدا باور نکو. اما قسم که با تو بازی کردن به مام دام جور کردن. به خاطر که به شما کل چیزا گفتم این کارا میکنن. من از چیزی خبر ندارم. جمیله اینو از بکست برآمد. هنوزم میخوایی بگه پایت باور کنم؟ پنار شاهد است. از او بپرسین. ما کل چیزا به او گفتیم. او از کل چیز خبر داره. واقعا؟ پنار بسم الله. چی شده؟ نمیفهمم. چطور نمیفهمی؟ به سرعت داخل اتاق شد. گفتی همراه جمیله مشکل داره. حالا چرا تو رو صدا میکنه؟ مراد بیبی اگه کاری شد که من از این خانه بیرون کردن، بازم من تو را بسیار دوست دارم، درست است؟ فراموش نکنی. بیا. گفتن تو از همه چیز خبر داری. ای را جمیله گفت. ای حقیقت داره پنار. بل یاز خدا گه بزن پنار. من کل چیزا برات گفتم. بگو که میفهمی حالا دیگه. قسم میخورم که من از هیچ چیز خبر ندارم آقا. نه جمیله برام چیزی گفته و نه من از چیز خبر دارم. خدا جزای تو بده پنار. گناهی من نگی، مرا تبا میسازن. بس از دیگه جمیله چو باش. پنار گناهی کسی را بگردن نگی. اگه چیزی میفهمی گپ بزن. از هیچ کسم نترس، گپ بزن. من هیچ چیز نمیفهمم، از هیچ چیز خبر ندارم یوسف خان. این چی قسم انسانیت است پنار؟ بس از دیگه جمیله. ای را از پیش چشمایم دور کنید. به خدا تو هیچ انسانیت نداری سلطانه خواهر. چرا با دروغت مرا بدنامی کنی؟ در این خانه چشم کلگی طرف ماست. هر چه زودتر لباسات جمع کن. به قرید برمیگردی. هیچ اثر در اینجا از تو باقی نخواد ماند. چرا خواهر؟ ما با تو چی بدی کردیم؟ پرسانم میکنی دختر. این کارو نکو خواهر. با پولی که ما از اینجا به دست میارم به اندازه آبنان ذره دارم لطفا. در این مورد باید پیش از دیگه به واسه پشتوار کنی فکر میکردی. بگی یا پول تقاوتید. امین تو چرا از من فرار میکنی؟ اگه کسی دیگه در زندگیت از برم بگو.
برات زنگ زدم به فکرم که نشنیدی. بسیار به تشویش شدم امین. برام زنگ بزن، برات بعض گفتنی ها دارم. این کار دیگه چه وقت شروع کردی؟ با تو خب بقالی و کارهای خورد بس بود. چرا پدر این کار چی شده؟ این کار بهترین عاید داره. مردم از صد قسم کار پول به دست میارن. من چرا این کار نکنم پدر؟ درست است که پول پیدا میکنن. اونا هم پول دارن و هم تجربه. در بین تجارای بزرگ که دوتاش با موترهای کرایی ضرورت پیدا میکنن. میاین از تو کرا میگیرن و تو هم خواب پول دار شدن میبینی. همونطور نیست؟ پدر خداوند روزی رسانه، شما تشویش نکنین. بله تو راست میگی بچم. اما تو در این کار هیچ فایده کردن نمیتونی. پدر بلیاز خود یک بار خود تشویقم کنین. میخوای تشویقت کنم؟ من هرچی که برات بگویم بازم تو گپ خوده میکنی. درست است پدر، از شما چیز نمیخوایم. خودم یک چاره پیدا میکنم. چه قسم پیدا میکنی؟ این کار با 2 موتر نمیشه. حداقل 6-7 موتر کار است. پدر ما همراه تایر گپ زدیم. او برش یک راه پیدا خواهد کرد. اگه وام کار کردن نتونست، باز از او وقت میگیرم و از بانک قرضه میگیرم. چی؟ تو خوب با قرضه بانک عادت کردی. اگه پولت خلاص شد پدر گفته نبیایی. نمیم پدر، تشویش نکنین. چرا اینجا آمدی؟ سلطانه خواهر گفت که من پیشت باشم. حالا مرا دزدم فکر میکنین اما تو نیست؟ من مثل اونا نیستم. مرا مثل خود فکر نکنن. جمیله چوب باش. حالا که از خودشون میشنون. دقیقشان هم نیستم. تو این نار ده اینجا ماندی نه؟ فقط تو جای کلیدا رو دیده بودی بنار. جمیله مرا ببخش لطفا. مهمانای عزیز، بهترین عروسی ما خود بود. اینا کیک هم رسید. از تمام شما خواهش میکنم که در نزدیک کیک آمده تا تجلیل بکنه. محفل امشب ما بهترین محفل است. بازم به هر دویتان تبریک میگیم. حالا بیاین که کیکه. پدر چی شد؟ هرچی به تو و خالیم زنگ زدم جواب ندادین. به تشویش شدم. تشویش نکن، با این مفکوره شیطانتان شماره چیز نمیشه. بلیاز خدایی ربان لطفاً واضح تر گپ بزن. کثافات شما را جمع کردن خودت تبا ساختم. تو همیشه میگفتی که تو هیچ کار به من انجام ندادی. حالا ببینیم که بعد از این فداکاریایم چه تو حق من ادا خواهد کردی. چی؟ یعنی چطور؟ بعد هفت رسیدی. بسیار زود یوسف خانجی اغلوی بزرگ به پایت خواهد افتید. البته با فداکاری من. پدر لطفاً کل چیز از اول برام قصه کن. زود باش. معلوم میشه نتیجه ما اینا را جمیله تغییر داده. های ما خو یه چیز درست فهمیده نتونستم بچیم. یعنی توپراک با این کار هیچ رابطه‌ای نداشته؟ نه خیر مادر، او با این قضیه هیچ رابطه نداشته. بله ما میفهمیدم. از چشمای او دختر معلوم میشد که خیانتکار نیست. من انسانا را خوب میشناسم، اما هیچ فکر نمیکردم جمیله ای کار کنه. شناخت بعض اشخاص قدر آسان نمی باشه خانم بیادر.
یوسف بچیم تو گفتی که جمیله به کس کمک میکده. به نظر تو دختر به کی کمک میکد؟ حقیقت بگو بچیم. سر جمیله کی فشار آورده؟ کسی فشار نآورده پدر. او خواهن جمیله بوده. اگه این موضوع را بسته کنین خوب میشه. بیادر بعد از این توران چی خواهد شد؟ معلوم دار است که از اینجا میره. ما با یک طفل ناجایز نام خانواده خود نمیتیم. او طفل خورد دیگه چی گناه داره؟ توران ده همی خانه می باشه. آی خدا ازت راضی باشه بچیم. میفهمی که با شنیدن این گپ من چقدر راحت شدم. تو چطور این کار کده میتونی؟ توران بچه تو نیست. راست میگی اما ما پدر او هستم. این قسم خانه میشه. چرا نمیشه؟ ما پدرش میباشم. درست است، ما به احساس پدریت احترام قائل هستم. او طفل ایجا زندگی کنه اما عضو خانواده ما نباشه. نه که میخوایی ما تمام دارایی خود همراه یک طفل ناجایز تقسیم کنیم؟ محمد تو یک کار نخواد شد. اگه شد باز گپ میزنیم. هر کس حق خودم میگیره. ما هم دلم که حق خودم به اولادم میتم یا به فقرا تقسیم میکنم. دلم لوازم خود جمع کردم. خوب است. حال رنگت گم کن. میخوایم امرای امیده خانم خداحافظی کنم. اونا نمیخواین که تو را ببینن. زود باش از اینجا برو. یک مصیبت هزاران نصیحت کرده خوب است. حال جمیله را بیبی که برات یک عبرت شود دختر. تا کدام اشتباه نکنی. فهمیدی؟ خداوندا کسایی که با ما این کار کردن اونا رو به می درد سردشار بساز. مثل برگای خزانی سرگردان و آواره بسازشان. هوا ظلمایی که بالای مکده 1000 چند نشان بتیش. لباس عروسیت برات کفن شوه. ده این قصری که میخوای حکم فرمایی کنی بالایت چپه شوه. کار تمام شد شریک جان. خدایا 1000 بار شکرت. بیادر اج نمیفهمم که به این کار پول چه قسم برسانم. یک آدم بیشرف ازم قضا رسم و پول ما نمیته. بیادر فعلا هر قدر پولی که داری اموره بده. حتی برات پیشنهاد میکنم که بیا امرای ما کار کو. ده فایده و نقص شریک شو. این کار چه امکان نداره. مقدار پول ما او تو قابل مقایسه نیست. ما میگم که یک قدر پشت پیسه زیاد نگرد. همین مشوریم از برات بیادر. فایده که کدیم به اندازه سهمت میگیری. ما و تو یک جای کلان شدیم. تو با ما خیانت نمیکنی اما تو نیست؟ یعنی تو جدی هستی؟ تو به خدا. حتی پدرم هم قسم کمک برم نکده. خداوند ازت راضی باشه بیادر. خداوند از تو هم راضی باشه.
بیبی اولین مشتری ما آمده، بیا که برش خوش آمدی بگویم. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی تایر، چطور هستی؟ زنده باشین. روز بخیر. زنده باشی. تایر ما میریم یک کار مهم دارم، درست است؟ درست است. بفرمایین یوسف خان. میخواستم یک موتر بگیرم. چه قسم موتر باشه؟ یعنی اگه مثل دفعه پیش میخواین که به شرکت موتر بخرین، امروز موترهای مدل جدید ما وارد میشه. نه خیر تایر، میخوایم برام زدم بگیرم. با خاطر که رانندگی رو یاد نداره، میخوایم یک موتر دست دوم باشه، اما میخوایم یک موتر مقبول باشه. این اتومات است. با این رانندگی رو زود یاد میگیرن. موتر خوب است تایر، کدام مشکل خو نداره. هیچ مشکلی نداره. از یک دوستم است، ما براتون ضمانت میتم. این مقبول است، به هوا میزیبه. خب همین درست است، تو کارایی را خلاص کو. اما ازت یک خواهش دارم. بفرمایین. اگر پیش از روان کردن موتر کمی تمیزش کنی باز خوب میشه. شما تشویش نکنین یوسف خان، ما بیادر موتر تزیین میکنیم. ایران بگی، شاید لازم شوه. تشکر. خاله صبح بخیر. صبح بخیر شریک جان. دخالت چی گپاست؟ یوسف بیرون است. هوش کنی برم نگوی که میخوای اینجا بیایی. خدا آماده کردیم، البته که میایم. اقدر عجله نکو، آرام در خانه بشی. اما چرا؟ تو خود گفتی کل چیز خوب است، کدام گپ شده؟ نه خیر، اوضاع تحت بررسی است، اما من میخوام یوسف پیش تو بیایه. او به خاطر معذرت خواهی باید سر راهت گل فرش کنه دختر جان. خاله بیزو او بیچاره بیگناست، من چرا ناز کنم؟ اما یوسفی گپ نمیفهمه که او بیگناست. بیزو حال خود موفق شدی که یک بار دیگه او بچه را فریب بدی. اگه تو بدون معذرت خواهی امرای یوسف اینجا بیایی، باز دلش شک پیدا میشه دختر. اگه خفه شوه چی؟ تو خو یک بار به گپایم گوش کو. او هوایی را که یوسف مشناسه هرگز غرور خود نمیشکنانه. البته که همین قسم هستم. البته جانم، البته کسی خو برات چیزی نگفتم. ها تو کاری را که برات گفتم من جانبته باز برات زنگ میزنم. خدافظ. خیرت است. امرای هوا گپ میزدی؟ نه، همراه بچیم گپ میزدم. کار جدید خدا آغاز کردنه، ده همو باره گپ میزدیم. خوب است. به هر صورت دیشب در خانه قیامت برپا شده سلطانه، اما آخرین نفر ما خبر شدیم. به خدا خانم، از وقتی که خبر شدم از ورخطایی راه خدا گم کردیم. تو در اینجا چی کاره هستی سلطانه؟ مگم وظیفه تو اداره کردن کارهای خدمتکارای خانه و فهمیدن کارهای مخفی اونا نیست خانم سلطانه؟ اما ازی که پشت کارهای بی معنا زیاد گشتی وظیفه اصلیت از یادت رفته. به خدا قسم نشناختمش. من حتی فکر گپم کردن نمیتونم که پشت او چهره معصومش یک شیطان پنهان بود. آل او کجاست؟ یوسف خان گفت که هرچی حقش است بهش بده و بیرونش که مام کالایش دستش داده از خانه بیرونش کردم. اوه خدا، او هم باید دمی وقت میرفت. خیرت است خانم. من امشب یک میمان بسیار خاص دارم سلطانه. نمیفهم برش رسیدگی میتونی یا نه؟ چرا؟ با خاطر آشتی کردن با عروس خود شب دعوتش کردین؟ دانتا بسته کن. هر وقت هر قسم گپ که دلت شد گفته میری. اونا دیگه با هم آشتی نمیکنه. من از بچیم پرسیدم، او هیچ قسم یک نیت نداره. خانم سلطانه از این به بعد هرچی که من بگویم بچیم اما قسم میکنه. بله حالا تو آمادگی ها رو شروع کنی. تو با خیال پردازیت دامه بت خانم حمیده. باز خواه دیدیم که بچه تا چی اندازه به گپایت گوش میکنه. پنار زود باش پس خانه بیا.
تبریک باشه. مطمئن هستم زنده که باشی. نامزادتان هم خوش میکنه. زنده باشی طاهر. یوسف خان جیغلو بسیار یک آدم شریف است. من آن نمکش خوردیم. بیا که به خاطر موتر بعضی چیزا بگیریم که کارش خلاص شود. طاهر ما یک کار مهم دارم او رو حل کده پس میم درست تو است؟ چی میگی جونت جان؟ میخوایی که دمی روز اول مرا تنها بانی و از اینجا بری؟ من نمیفهمی گپ قریه رفتن دیگه از کجا شد رمزی. دکان خود همین روزا باز کردی. چطور میتونی او رو بسته نگاه کنی؟ زیاد گپ نزن زن. گفتم که کار دارم. چی کار داری؟ بگو نه؟ فقط همیره میگی که کار دارم. مادر دایی صبح وقت چی گپ شده؟ پدر شب کدام خواب دیده دخترم. دایی گل صبح بکس خدا گرفته و میگه که به قریه میرم. این کار شبی بی دخترم نه با یک کار خوب شروع کرده بود که باز میخوای خود از اینجا گم کنه. مادر من و پدرم دیشب با هم دیگه گپ زدیم. از این گپ خبر داشتم اما فراموش کردم براتون بگویم. پس پدرت چرا از اینجا میره؟ بگو نه؟ به خاطر کار. مشتریا از پدرم درباره زمینا و باغا پرسان کردن. پدرم هم از همین خاطر به قریه میره. خانم دیدی که دخترم از خودم که بهتر درباره کارهای میفهمه. راستش من تذکره خدا پیدا کردن نتونستم. تو یک بار بیبی پدری تصمیم رفتنتان از کجا شد؟ امر خالد از دیگه. او گفت که تا که اوضاع کمی خوب شوه از پیش چشم یوسف خدا گم کنم. راستش خالیم حق به جانب است. بله دخترم حق به جانب است. تو پیش یوسف گریه میکنی برش میگه که پدرم بسیار پشیمان است. بیبی اگه این کار نکردی باز برات خوب نخواد شد دختر. درست است. بگی تو را چی شده؟ پیش چشمت بودم ما دیده نتانستیش. خب دیگه خداحافظ خانم. متوجه خود باش. من خود چیزی نفهمیدم اما بازم دخترم پدر خدا فراموش نکنی ها. درست است پدر. به همین بگوین که وقتی بیکار بود یکم وقت دکانه باز کنه. درست است پدر. متوجه خود باشین. سفر خوش داشته باشین. باز ما تو دهی خونه تنها ماندیم. به خدا این موتر شاهانه تزیین کردیم. بیبی و دختر چقدر خوششانس بودنه. پیش از عروسی چی موتر توفه گرفت. معلوم میشه یوسف خان و دختر بسیار زیاد دوست داره. طاهر ما باید دیگه برم. یک بار خبر دکانو بگیرم. ها یک لحظه جونید. این پول یوسف خان به خاطر تزیین موتر داده بود. نصفش از تو میشه بیادر. حالا با هم شریک هستیم. یک جا با هم کار کردیم. پولش هم تقسیم میکنیم. بیادر توی پول از طرف ما به یک فقیر بده که صدقه شوه. صبح خیر استاد. صبح خیر. بعد از درس میایی اما تو نیست همین؟ من تا شما اینجاستم اما بازم فرق نمیکنه. من تا شما منتظر میمانم. منورده خانه کلگی به تشویش خود شدن. حالا برو باز کدام وقت دیگه گپ میزنیم. نه خیر امروز باید گپ بزنیم. چند وقت میشه که از من فرار میکنی. میخوای مرگ پی که در دلت هست برام واضح بگویی. همچنان چیزایی که شنیدم و میخوایم بفهمم که راست است یا نه. استاد میبخشین شما رو به اداره خواستن.
میایم، شما برین. درست است. شام میبینیم، درست است؟